تابستان سال 1376 تهران در ترس و وحشت فرو رفته بود. زنانی که نیمه شب از خانه بیرون می رفتند دیگر هرگز به خانه باز نمی گشتند. جنازه های رها شده در خیابان های خلوت حکایت از حضور یک قاتل مرموز داشت. رسانه ها او را خفاش شب نامیدند. اما او چه کسی بود؟ چگونه قربانیانش را انتخاب می کرد؟ چرا هیچ ردی از خود باقی نمی گذاشت؟ و مهمتر از همه، پلیس چگونه توانست این قاتل زنجیره‌ای را به دام بیاندازد؟ پرونده‌ای که هنوز هم یکی از تاریک‌ترین و مرموزترین جنایت‌های ایران محسوب می شود. در این ویدیو جزئیات کامل پرونده خفاش شب را بررسی می‌کنیم. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. نام واقعی خفاش شب غلامرضا خوشرو بود. مردی با گذشته‌ای تاریک و روحی سرشار از خشم و نفرت. او در خانواده‌ای پر از خشونت و بیرحمی بزرگ شد. از همان کودکی نشانه‌های یک شخصیت ضد اجتماعی در او دیده می‌شد. بارها به دلیل دزدی و دعواهای خیابانی دستگیر شد، اما هر بار آزاد شد و به دنیای بیرون بازگشت. اما این بار او دیگر یک خلافکار خیابانی نبود، بلکه یک قاتل زنجیره‌ای در حال تولد بود. خفاش شب قربانیانش را دقیقاً از بین زنانی انتخاب می‌کرد که در خیابان‌ها تنها بودند. او خوب می‌دانست که در آن سالها پلیس کمتر به ناپدید شدن زنهای خیابانی اهمیت میداد و این همان چیزی بود که به او فرصت داد تا بدون دردسر جنایاتش را ادامه دهد. با نزدیک شدن شب، غلامرضا خوشرو سوار بر ماشینش در خیابانهای تهران پرسه میزد. او همیشه با ظاهری موجه و آرام به زنان نزدیک میشد. خودش را به عنوان یک راننده تاکسی جا می‌زد یا به بهانه کمک آنها را سوار ماشینش می‌کرد، اما مقصد نهایی همیشه مرگ بود. قربانیان بعد از سوار شدن به دام او افتاده بودند. او آنها را به مکانهای متروکه می‌برد، دست و دهانشان را می‌بست و سپس آنها را به طرز وحشتناکی خفه می‌کرد. اما چیزی که این پرونده را ترسناکتر می‌کرد این بود که او هیچ احساسی نسبت به قربانیانش نداشت، هیچ رحمی، هیچ دلسوزی، فقط یک قاتل خونسرد با یک نقشه بی‌نقص. جسدهای رها شده در خیابان‌های تهران وحشت را در دل مردم انداخته بود، اما اون همچنان آزاد بود و قربانی می‌گرفت. بعد از پیدا شدن چندین جسد با الگوی مشابه، پلیس تهران متوجه شد که یک قاتل زنجیره‌ای در حال فعالیت است، اما هیچ سرنخی در دست نبود. قاتل ردی از خود باقی نمی‌گذاشت. کاراگاهان شبانه روز تلاش می‌کردند تا کوچکترین سرنخ را پیدا کنند، اما همه چیز پیچیده‌تر از آن بود که تصور می‌کردند. هیچ اثر انگشتی، هیچ شاهدی. خفاش شب مانند یک سایه در دل تاریکی ناپدید می‌شد. اما یک شب یک قربانی موفق شد از چنگال قاتل فرار کند و این شروع پایان خفاش شب بود. یکی از زنان که قصد داشت قربانی بعدی او باشد موفق شد خود را از دست قاتل نجات دهد و فرار کند. او به پلیس گزارش داد که چگونه خفاش شب سعی داشت او را به قتل برساند. این اولین سرنخ واقعی پلیس بود. پس از هفته‌ها تعقیب و بررسی، پلیس بالاخره به خانه غلامرضا خوشرو رسید، جایی که پرده از رازهای تاریک این قاتل برداشته شد. مأموران وقتی وارد خانه او شدند با صحنه‌های وحشتناک روبرو شدند. مدارک، لباس‌های قربانیان و نشانه‌هایی که همگی ثابت می‌کردند که او همان قاتل زنجیره‌ای است. در یک عملیات غافلگیرانه پلیس او را دستگیر کرد. لحظه سقوط خفاش شب فرا رسیده بود. محاکمه خفاش شب یکی از پرحاشیه ترین پرونده های جنایی ایران شد. مردم خواستار عدالت بودند. در نهایت دادگاه او را به اعدام محکوم کرد،
اما حتی پس از مرگش این پرونده همچنان یکی از ترسناکترین و پیچیده‌ترین جنایات زنجیره‌ای ایران باقی ماند. خفاش شب تمام شد، اما ترس و وحشتی که به جا گذاشت هرگز فراموش نخواهد شد. این بود داستان یکی از مخوفترین قاتلان زنجیره‌ای ایران. اما آیا او تنها بود یا همدستانی داشت که هرگز دستگیر نشدند؟ نظر شما چیست؟ در کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید. پرونده های بیشتری در راهند. اینجا در پرونده 13 ما همیشه در تاریکی به دنبال حقیقت میگردیم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.